زهرا احمدی از همدان زیر تلویزیون امام حسین. زهرا احمدی از همدان زیر تلویزیون امام حسین. فاطمه جعفری دختر علی محمد جعفری از افغانستان. مرکز مفقودین بین الحرمین. مریم سرمدی است. احمدی از مشهد. راهمه کارگر. فاطمه جعفری دور از بهشت. رضوان کامران از اصفهان. علی اکبر مدار. دیرشاد مرادی از همدان. اشرف قربانی از تهران. زهرا یوسفی از اغریب. مریم سندی و فاطمه کریمی از نجف‌آباد. علیرضا ایشا مصطفی صفایی از مشهد. مریم حاتمی از شیراز. ربابه زکی از ایران. مینا کبرا از تبریز. ابوعلی قزوینیان از تهران. اسامی که خاطر شده هرچی شهر به مرکز دانشگاه علم مراجعت فرمایید. همراهان شما منتظر شما باشم. आगे सब एक तस्वीर तो लेना, पीछे वो ना है।